خیلی خوب بله. بله هستم. اینا رو حتما بگیر از ایشون که مهندسایی بودن که بعداً بپرس آخرش آلمان و اتریش هم میومدن اینجا که میومدن واسه کاوش اینجا و مهندسایی داشتیم که قبلا در اینجا بسته بود. بچه‌ها باز بیان خودشون هر کی که میومد باز خودشون میان در باز می‌کردن برای مهندسایی داشتیم از آلمان و اتریش میومدن واسه بازدید اینجا ببینن که طرز عملکردش چجوری بوده. اون دو تا اتاقی هم که اول می‌دیدین، اتاق اولی که حسابداری بود بهتون گفتم. طولش چقدر اینجا؟ طولی که از بالا تا پایین می‌بینین این مسیر حدود 140 متر هستش. زیر ولی عمقش تقریبا میشه گفت 40 متر. هستش بله. عمقش تقریبا 40 متر. اون دو تا اتاقی که اول دیدیم بهتون گفتم اتاق اولی حسابداری است. واسه این تقریبا میشه گفت بالا ساخته شده که تسلط بیشتری داشته باشه اون کسی که بیرون میرن و اون مقدار کسی که کارشون تمام شده بالا میومدن واسه اینکه حق و زحمه ازشون گرفته بشه اون مقدار مالی ازشون گرفته میشده. حالا کسایی هم که پول داشتن مقدار هزینه‌شو پرداخت میکردن. اتاق دومی هم که دیدین میره بالا آشپزخونه‌شون بوده. آشپزخونه‌شون واسه اینکه تهویه بهتری داشته باشه و دود راحت‌تر بیرون بره تو ارتفاع ساخته شده نسبت به جاهای دیگه. یه اتاق دیگه هم که بعدش می‌بینین محل اتراق و استراحت اون حیواناتی بوده که باهاشون بودن. توضیحتون رو بگین در یه اون چاهایی که در طول مسیر آسیاب می‌بینی اول این به میله آسیاب معروف بوده. این میله ها اول حفر می‌شده واسه اینکه هم عمق مشخص کنن همین که اون تونلی که بعداً حفر میشه بتونه تو یک خط راست باشه بله و زیاد اون کش و قوس رو نداشته باشه. دوم این که واسه اینکه این میله ها دقیقاً به هم بخورن یه چراغای پیچیده مخفی بوده که میدونید نور به خط راست منتشر میشه. اون گوشه‌های دیوار نصب می‌کردن اون تیکرایی که نور میداده با استفاده از نور این چراغ‌ها اون تونل رو حفر می‌کردن که این میله ها به هم بخوره و اون مسیر قنات اون مسیر آسیاب توی خط باشه و زیاد این تشابه نداشته باشه. اون پایین هم که میرین دو تا دلیل معروفیت این آسیاب به خاطر اون دو تا قسمت مجزایی هستش که داره. طول مسیر یه حسابه بود که میرین آسیابایی هست ولی خب همشون یه سنگی هستن و از یه قسمت تشکیل شدن. دلیل معروفیت این آسیاب به خاطر اینکه دو تا قسمت مجزا داشته و دقیقاً همزمان کار میکرده و دلیل آب زیادی که اون رشته قناتی از این گذشته این آسیابو اینجا حفر کردن. اون دو تا قسمتی کار میکرده واسه اینکه به آب دوباره فشار بیشتری بدن میره دقیقاً اون دو تا قسمتی که هست به عمق 40 متری هستش. بعد از اون یه پلای میخوره بازم میره بالاتر که میریم تو عمق 35 متری. تو عمق 35 متری دو تا چاه به عنوان دو تا استوانه فشار حفر شده که به آب فشار بیشتری بده و بتونه اون سنگا رو راحت‌تر به چرخش در بیاره و بتونه گندم به راحتی خورد کنه. واسه جمع آوری اون آردی که حاصل از اون گندم بوده حالا بعضیا میپرسن یه پرده تمیزی بالاتر از سطح آب بالاتر از محل خروج آب نصب میکردن که اون آردی که کارش تمام میشده و بیرون میریخته رو اون پرده و اون پرده رو که جمع میکردن انتقال میدادن داخل اون کیسه‌هایی که داشتن. و دیگه توضیحی که میشه داد یکی دیگه هم بعضیا میپرسن که حالا واسه اینکه اون سقف استحکام بیشتری داشته باشه و بتونه اون وزن سنگینی که روش هست تحمل کنه اون سقف رو چیکارش میکردن؟ اون سقف رو بیشتر جاها به صورت قوس‌دار ایجاد میکردن که به صورت زبدری ایجاد میکردن که بتونه اون وزنی که تحمل میشه رو پایه ها بیاد و فشار زیادی رو اون سقف نیاد که باعث ریزشش بشه. در نتیجه اون سقف‌ها رو قوس‌دار میکردن که فشار به پایه ها و دیوارها وارد بشه. حالا اگه سوال دیگه الان 4 تا میله که گفتی همش بازه چون تو مسیر ما فقط یه دونه بالا هست. حالا شما همیشه چاهو از بالا می‌بینید ولی حالا این دفعه هم از پایین دیدیم که چه عظمتی داره. من کریمی هستم، حمیدرضا کریمی.
از اهالی همین محمد آباد که صابر میوه. بله صابر میوه هستیم. متاسفانه توجهی که به این آسیاب نشده هنوز اینقدر بی توجهی بهش شده که هنوز اینجا به ثبت نرسیده و فعلا زیر نظر اداره آب و فاضلاب هستش، اداره آب هستش. بله جدیدا رفته زیر نظر دهیاری و اگه میشه میخوایم انتقالش بدیم به زیر نظر میراث فرهنگی که به ثبت برسه و توجه بیشتری بشه. اون توجهی که الان نشده متاسفانه این کمبود امکانات به وجود آورده که نمیشه به اون صورت توجه مسافرین رو به اون روزی که باید شاید بشه جذب کرد. به عنوان این منطقه توریستی بله امکاناتی داشته باشه که خارجیان میان هر سال که میاد بهتر بشه و تلاشمون بکنیم. به امید خدا. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم وظیفه‌مون چه باز میام